مسلمان‌ها زمانی که در جنگ پیروز می شدند، اولین کاری که می کردند تعرض به زنان اسیر بود و این کار از لحاظ خدای اسلام و پیامبر اسلام مجاز بود. اما بعضی از یاران محمد در جنگ‌های اولیه دچار اشکال شدند که بعضی از این زنان اسیر شوهر دارند و از محمد پرسیدند که آیا اجازه همبستری با زنان شوهردار را داریم؟ و پیامبر اسلام این اجازه رو از طرف خدا در آیه 24 سوره نساء به اونها داد. در ترجمه صحیح مسلم جلد دوم حدیث 1456 به نقل از ابو سعید خدری اینطور گفته شده: روز جنگ حنین رسول الله سپاهی به سوی اوتاس فرستاد. در آنجا آنان با دشمن مواجه شدند و جنگیدند و بر آنان پیروز شدند و تعدادی از آنها را اسیر نمودند. گویا تعدادی از یاران رسول الله از هم بستر شدن با آنها به خاطر شوهران مشرکی که آن زنان داشتند احساس گناه کردند. لذا الله متعال در این باره آیه 24 سوره نساء را نازل فرمود: زنان شوهردار بر شما حرام هستند مگر زنانی که شما اسیر کردید و مالک آنها شدید. یعنی اسیر شدن زنان شوهردار حکم طلاق آنهاست. در صحیح بخاری جلد 6 حدیث شماره 5210 و همینطور صحیح مسلم جلد 2 حدیث 1438 اینطور گفته شده: ابن محیریز روایت کرده من به مسجد وارد شدم و ابو سعید خدری را دیدم و کنار او نشستم و از او در مورد جماع منقطع پرسیدم. او گفت ما با پیامبر برای غزوه بنی مصطلق خارج شدیم و ما به اسرایی دست یافتیم. در میان اسرای عرب ما تمایل به زنان داشتیم و بی زنی و جماع نکردن بر ما دشوار افتاد و دوست داشتیم که جماع منقطع داشته باشیم. پس وقتی که قصد جماع منقطع داشتیم از خود پرسیدیم چگونه می توانیم این کار را بکنیم بدون اینکه از پیامبر خدا که در میان ما حاضر است در مورد آن بپرسیم. ما از او پرسیدیم و او گفت برای شما بهتر است که این کار را نکنید، زیرا اگر قرار باشد شخصی به دنیا بیاید تا روز قیامت به دنیا می آید. به زبون ساده تر باید گفت که در این ماجرا مسلمون ها به قبیله بنی مصطلق حمله کرده و زنان اونها رو اسیر کردند و سربازان به دلیل اینکه مدتها از خانه دور بودند تمایل داشتند که با زنان اسیر ارتباط جنسی داشته باشند، ولی چون نمیخواستند که کنیزان باردار بشند و امکان فروش اونها همچنان وجود داشته باشه، پس از پیامبر در این باره راهکار خواستند و پیامبر اسلام به اونها گفت که مهم نیست که باردار بشند، چرا که اگر مقدر باشه کودکی به دنیا بیاد تا روز قیامت این اتفاق خواهد افتاد، پس نیازی به جلوگیری نیست.